بریم فعالسازی این گجت خفن رو بهتون یاد بدم. این نکته قبل از فعالسازی بهتون بگم، اگه گوشیتون اندروید گزینه NFC رو میاد داخل اینجا روشن میکنید و بعد کار فعالسازی رو انجام میدید. اگه گوشیتون آیفون X بباره به این صورت گوشی رو نزدیک گجت میگیرید و مراحل فعالسازی رو انجام میدید. اینجا یک کد ریجستری میخواد که داخل هر کدوم از این بسطه‌ها که واسه مشتری ما میفرستیم به صورت اختصاصی وجود داره. پاکتی که باز بکنید این کد ریجستری پایین اینجا قرار گرفته. میبینید من این کد ریجستری رو اول وارد میکنم 55 08 57 853 853 578 و بعدش شماره تماسی که دارم رو وارد میکنم 903 484 1265 و بعدش اینجا کد امنیتی به ما داده، گفته 27 علاوه 2 میشه چقدر، که میشه 29 و بعد وارد مرحله بعدی میشیم. بعد از اینکه وارد مرحله بعدی میشید یک کد تایید براتون ارسال شده. این کد 53 413 53 413 بعد وارد مرحله بعدی میشه و میرسیم به مرحله سوم یا هم مرحله آخر. اینجا فقط کافیه یه دونه اسم با یه رمز عبور واسه خودتون بسازید. بر فرض مثال من اینجا میزنم رضا، رمز عبورمو میزنم رضا. بعد پایین میزنم سیو پسورد میزنم و اینجا این صفحه برام بالا میشه که شما میتونید اطلاعاتتون رو داخلش بارگذاری بکنید. بر فرض مثال نام صفحتون و حالا اسمتون رو میتونید بزنید. من میزنم فروشگاه رضا. اینجا شماره تماسم رو وارد میکنم، شماره تماسی که میخوام به مشتری بدم یا اون شخصی که اطلاعات منو میبینه و توضیحات صفحه هم مثل بیوگرافی میمونه دیگه. میزنم تولید کننده بر فرض مثال لباس و اینجا آواتار صفحه هم همون عکس پروفایل محسوب میشه. من اینجا از تو گالری حالا یه عکسی انتخاب میکنم، کات میدم و عکس لوگوم رو میسازم و این پایین تو گزینه افزودن که میزنیم میتونیم شبکه‌های اجتماعی دیگه‌مون رو مثل روبیکا، ایتا، واتساپ و خیلی چیزای دیگر رو بارگذاری بکنیم به این صورت. بر فرض مثلا من یه نام کاربری اینستامو میزنم ادوای NFC، پیجی که خودمون داریم و این صورت یه صفحه خوشگل برای شما ساخته میشه. اینجا شماره تماستون رو میتونید وارد بکنید و گزینه ثبت که بزنید همه اطلاعات داخل گجت بارگذاری میشه و گجت فعال سازی میشه. و این پایین هم میتونید لوکیشن حالا فروشی که من دارم میزنم لوکیشن که انتخاب میکنم گزینه تایید که میزنم با موفقیت ثبت میشه و به اشتراک گذاری و به این صورت یه صفحه برای ما شکل میگیره و میتونیم برای اشتراک گذاری استفاده بکنیم.